حضرت بلال رضی الله تعالی عنه میفرمایند اگر شب از شبها پیش از صبح بود، یعنی پیش از نماز بامداد، من از خانه بیرون شدم قصد کردم برای اذان بامداد، یعنی مسجد رفتم. در این مسجد جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم گشادم. وقتی داخل شدم میگم تاریک بود، شب بود، پیش از صبح بود، تاریک بود. داخل شدم میگه در گوشم صدای رسید که شخصیت در گوشه مسجد ایستاده است و گریه دارد، شخصیت نشسته گریه دارد. حضرت میفرمایند گفتم سبحان الله، در این دل شب، در این نیم شب چی شخصیتی باشه که در این مسجد گریه دارد؟ حضرت میفرمایند در حال چراغ مسجد گریان کردم. چراغ‌های اون زمان مثل چراغ‌های ما نبودن، اونها از روغن از پخته یعنی تیار کرده بودن. میگه وقتی چراغ گریان کردم نگاه کردم که در گوشه مسجد جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشسته گریه دارد. میگه در نزد جناب پیغمبر رفتم، دو زانو نشستم. تم یا رسول الله فداک ابی و امی، یا رسول الله پدر و مادرم جان من فدای شما بود. شما برای چی گریه میکنید؟ سبب گریه شما در چی هست؟ جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم جواب گفتند ای بلال، امشب یک آیت نازل شد، یک خبر برای من رسید که من میترسم که اکثر امتهای من جهنمی و دوزخی میگردند، اکثر امتهای من به دوزخ میروند. حضرت پرسیدند یا رسول الله اون آیت چی؟ کدام آیت بود؟ حضرت این آیت تلاوت کردند استعذ بالله ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. رب العالمین گفتند در جناب پیغمبر گفتند خداوند این آیت نازل کرد. رب العالمین میفرمایند در پیدایش آسمان ها و در پیدایش زمین و در گردش شب و روز یک نشانه قدرت و توانایی و بزرگواری الله است برای انسانهای صاحب عقل. یعنی ای برادر بزرگواری من، وقتی ما آسمان میبینیم فقط یک هوا نبینیم، فقط یک مهتاب و آفتاب و ستاره نبینیم. وقتی آسمان میبینی قدرت و توانایی و بزرگواری الله فکر کن که چی ذاتی بزرگوار این را خلق کرده است. فقط یک ستاره نبین، آفتاب و مهتاب نبین، گردش شب و روز نبین. وقتی آفتاب دیدی که در این آفتاب یعنی آسمان آفتاب میبراید، مهتاب میبراید، ستاره ها میبراید، ابرها میگردن، شمال میگردن، این یعنی قدرت و توانایی پروردگار را نگاه کن. چه ذاتی بزرگه که این آسمان کلان به ستون نگاه کرده است. یک عمارت اندک ما را به چند ستون داره. قدرت و توانایی پروردگار را ببینید برادران عزیز که این آسمان کلان به ستون نگاه داره. تا امروز برادر بزرگوار کدام من شما در این فکر کرده بودید؟ کدام ما و شما را در فکر آمد که چه ذاتی بزرگه که این عالم خلق کرده است؟ و زمین میبینید در زیر پای من و شما آرام استاده است. در روی زمین نوعی مخلوقات حرکت میکنند، چی از درنده و پرنده و چرنده و گزنده و دونده و رونده نوعی مخلوقات در روی زمین حرکت میکنند. چی میبینی برادر عزیز؟ یک مرچه را میبینی چقدر خرد و اندک و میده هست. اون دل داره، اون جگر داره، اون شکم داره، اون روده داره، در بدن اون خون حرکت میکنه. چه قدرتی بزرگی او را خلق کرده است الله رب العالمین. باید انسان فکر داشته باشه. گردش شب و روز ببین برادر عزیز، وقتی روز دنیا همه روشن میشود، همه در حرکت میدراید، اما وقتی شب شد همه تاریک میشه، همه آرام میگیرن. چه قدرتی بزرگی داره الله رب العالمین که این دنیای تاریک دوباره روشن میگردانه. باید ما در قدرت و توانایی الله فکر داشته باشیم برادران بزرگواری من. از که شیخ سعدی میفرمایند ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند،
تا تو نان به کفاری و به غفلت نخوری. عبار، باد، یعنی آفتاب و مهتاب، همه اینها در برای چی کار هستن برادر عزیز؟ تا اینکه من و شما چیکار کنیم؟ یک ناله نان حلال، ریزق حلال پیدا کنیم و با یاد خدا، با ذکر خدا، با نام خدا را بخوریم. از چی میگه؟ میگه این همه بحر تو سرگشته و فرمانبردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان